радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. از قضا بعد مدتی آن پادشاه با وبا دوباره واخورده ملامتش کرده است که به وعده وفا نکرده است، به جای 1000-5000 کس را از رعیت او نابود ساخته است. نه، گفته است وبا، این کار من نیست. 4000 کسی که تو میگویی خود از ترس مردند. وهم هستی آدم را خراب میکند، علل خصوص اگر ترس و بیم عمه را فرا گرفته باشد. ولی دانش آدمی بر ضد وهم اسلحه تواناست. عضو دسته سوختارکش خود را به کام آتش بی‌با میزند. اسباز صاحب تجربه بی‌باکانه رفته اسب سرکشی چراغ پایه شده را دست میگیرد و لجام میزند. شکاری به پیشواز شیر و ببر و فیل و خرس دلیرانه می رود. مردی که اصولهای سمبا را از بر کرده است میتواند به تنهایی بر چند نفر بیزاریان مسلح ظفر یابد. این گونه آدمان را عادتاً ناترس میگویند، هرچند که حس ترس برای ایشان نیز بیگانه نیست. لیکن آنها با قوه دانش، با تجربه و ملکه تکیه کرده ترس را مغلوب می سازند. طبیعتاً کسی نیست که نترسد. پراشوتچیان قبل از جهش های اولین داربازان بار نخستین وهم می کشند. کسی که بار یکم به کان تاریکی می درآید حتما می ترسد. دکتر فرانسوی علیم بومبار به زورقچه خردک ریزینی سوار شده به آب و آذوقه یک کو تنها اقیانوس اتلانتیک را طی نمود. برقص بزدلان زورق خود را شکاک نام داده بود. گرسنگی را با گوشت ماهی، تشنگی را با آب باران رفع می نمود. دیرگاه باران نبارد، آبی را می نوشید که از بدن ماهیانی صید کردهش فشرده می برآورد. در بدل 65 روز به همین منوال به امریکا برسید و اثبات کرد که بنی انسان حق ندارد که حتی به چنین قوه معظم طبیعت مانند اقیانوس سری تسلیم فرو دارد. زمان پیش مسافران کشتی های به فلاکت دچار شده از آب بیکران و موج های مقتدر دیده بیشتر از ترس و وهم هلاک می شدند، زیرا در واقع هیبت اقیانوس چیزی کم و اندکی نیست. دکتر بومبر با کارنامه خود تاکید نمود که آدم با ترس باید دیده و دانسته دست به گریبان شود و غالب براید. به مجرای اساسی موضوع برگشته قید می کنیم که دل انسان نه فقط اسباب محرک خون بلکه عضو ظاهر کننده حالت احساس وی، شادی و غمی است. چقدر عباره ها، مقال ها با مفهوم دل مربوطند. دل از شادی از سینه بیرون جست، دل به بازی در آمد، دلم تک کشید، یا خود دلم ذره بر این تنگ گردید، دل از سوز فراق می نالید، دلم خون شد. قهرمان حکایت مکسیم گورکی دانکا چه تمثال است؟ به چه اشارت می کند او؟ دانکا راه زلوانی مردم را با دل شعله‌ورش منور ساخت، زیرا قلب او به فکر مجازی راوی از احساسات تازه و مصفا مالامال بود. آدمان با شعورانه حسیات را با دل علاقمند می کنند. از تحت دل دوست می دارم، دل در شکنجه رنج می گویند. شاعران مختلف فرمودند شوخ من دی برهی مست و خرامان بگذشت، حالی چندین دلی آسوده زی آسمان بگذشت. ناصحا بیهوده میگویی که دل بردار از او، من به فرمان دلم که دل به فرمان من است. زیر اشک از دیده خون بارم
گرم در دل فرود آیی، ز دل فریاد برخیزد اگر در دیده بنشانم. نه فلک در وسعت آبادی دلی دیوانم، همچو خلخالی که در پای مگس تنگی کند. دلم از غصه تنگ آمد که چشم مور پیشی او، بود بحری که در جوفی حبابش آسمان غنجد. احساسات اکثراً با تغییر نظم حرکت دل وابسته است. از غصه سست گشتن تپش دل، فشار خوردن، لرزیدن، سیخ زدن آن و غیره، یا برعکس از شدت شادمانی هم نظم دل می تواند از اعتدال برآید و به عاقبت نامطلوب آورد. در تاریخ بسی مثال ها هستند که اشخاص گوناگون از زوری احساسات گوارا هلاک شدند و عباره دیگر شادی مرگ گشتند. درامنویس نامی یونان سوفوکل در زیر صدای پرخروش کفکوبی هوادارانش که استعداد او را اعتراف و تقدیر می کردند دلکف شده بود. شاه ایران کیخسروی سیاوش هنگام خنده‌ای سخت هلاک گردید. دیگار یونانی چون فهمید که هر سه پسرش در مسابقه های المپی ظفر یافتند شادی مرگ شد. در انجام سخن دکتر اعلام کرد که در صحبت‌های می بعدش از خصوص رابطه حسیات و دیگر عضوهای داخلی درباره علاقمندی احساسات و جریان کار و ایجاد بحث خواهد کرد. آن شب احترام اهل پلده کنجکی بر طبیب خود یک بر دو افزوده بود. علی خان تصور کند که مجلس کمیته ریانی نظارت خلق دوام دارد. یکی از مسئله های روزنامه مسئله شتتی برزیاد در کالخازها. در مابین کابینت سردار اپراولین خواجگی قشلاق راست می ایستاد. آنهایی که از روی این مسئله تفتیش گذرانیدند عرض می کنند که در هر یک کالخاز به حساب میانه تا 10 نفر مدیر خواجگی و مدیر انبار هست. چون که انبار غله علاهده، انبار سبزوات جداگانه، باز انبار میوه تر و خشک، انبار اسباب و انجام و افضال چوبین و چرمین، انبار تجهیزات آهنین، انبار مصالح بناکاری، انبار مخصوص سوزشواری و روغنهای تکنیکی و غیره و مانند اینها. و حال آنکه یک نفر مدیر خواجگی با یک تا یاردمچیش آن هم از سال در 2 موسم ایام کشتکار و هنگام غاسل غنداری همه این انبار و انبارچه ها را سرانجام کرده می تواند. انبار فقط یک مثال، فقط یک ساحه کار. در دیگر ساحه های خواجگی نیز احوال همین. ناصر عباس به سردار اپراولین سوال می دهد: رفیق، شما در یک سال 300 روزی کار دارید. بگویید نه خود در ظرف 3 سال، یعنی از جمله 900 روز اقلا نیم روز فرصت یافته نتوانستید که روی خط خادمان اشتاتی 9 کالخاز ریان را دیده برایید و با روی خط نورماتیوی مقایسه کنید؟ سردار خاموش می ایستد. روی خط نورماتیوی دارید؟ داریم. برای مقایسه آیا نیم روز کفایه نیست؟ کفایه؟ کسی لقمه می دهد که نیم ساعت هم می رسد. ها می رسد. تصدیق می کند سردار. پس چرا همین کار را نکردید؟ یا به خیالتون در گرد و پیش اداره کالخاز هر قدر نانخور بیخکار خوجت زیاد شود دماغ کالخازچی همان قدر چاق می شود؟ سردار همچنان خاموش. در ریان کیها ایستگاه ماشین های الکتریکی حساب براری EVM تشکیل شده است. وظیفه آن آسان کردن حساب و کتاب در همه مؤسسه های ریان از جمله در کالخاز هاست. ولی چند سال گذشته است و از این ایستگاه به کالخازها یک پوله نفت نمی رسد. در هر کالخاز غیر از گروه طبیلچی ها تا 30 نفر بوغالتران حسابگران کار می کنند. از مدیر ایستگاه می پرسد: چرا به کار بوغالتری کالخاز کمک نمی کنید؟ کمک ما بیهوده می رود ده. چطور؟ کارتوچکه های مخصوص EVM را حسابچان کالخاز خوشصفت پر کردن نمی توانند. بنابراین جواب EVM غلط می براید. مگر به حسابچان کالخازی ها رسانیده درست پر کردن کارتوچکه ها را آموزانیدن وظیفه شما نیست؟ وظیفه ما که یا امکان یاری رسانی ندارید؟ داریم که پس چرا مدد نمی کنید؟
آیا تدریجاً عوض کردن کار مهنت طلبی بغلتیران وظیفه مهم نیست؟ مهم که چرا وظیفه‌تان را به جا نمی آورید؟ مدیر ایستگاه دیگر جواب نمی دهد. با سر خم گناهکارانه به زیر پا نگاه کرده می ایستد. او می داند که سر خم را شمشیر نمی برد. فرمای شیر کلخاز موضوع محاکمه قرار می گیرد. به رئیس پراولینیا سوال می دهند. چند مادگاه جوشایی دارید؟ 210 سر. شما رئیس و همه این در اینجا نشستگان خوب می دانند که در بعضی کالخازهای مملکت از جمله ریسپوبلیکای خودمان نگاه و بینی 400-500 مادگاه جوشایی را اهل یک دو عائله به ذمه گرفتند و این کار را چنان خوب عهده می کنند که بیننده را به حال خوشی حیوانات، به آزادگی جای خوراک، خودخواب آن هوس می آید. مادگاه از فربهی، از تازگی سر و گردن و پای و پیستان همس می زند. به هزار رنگ دلکش تاویش می دهد. شما همین خیل فرمه ها را البته دیده اید. ها؟ پس عیب نیست که در یک خواجگی بزرگ که هزاران عدد دستی کارگر، هزاران زحمتکش استخوانش با مهنت شخص شده دارد، همه که 210 سر مادگاه را آزاده در بینای سفید تازه نگاه داشته پرورش کرده نمی توانید. شیر را در یک محیط معتدل پاکیزه جوشیده نمی توانید. آیا شرم نمی دارد که عاجزی خود را نمایش می دهید؟ همین قدر وقت به اهل کالخاز نمایش می دادید، با آنهایی که شما را با امید رئیس انتخاب کردند، امروز به اهل همه رایان. دمی سکوت حکم می راند. به خیالم از نمایش دادن کم حوصلگی، دولابکاری و کاهلی مقصد این نبودگیست که به وزنین بودن وظیفه رئیسی اشاره کنید. نه ناخواست گویا از خواب بیدار شده سراسیمه اعتراض می کند رئیس. رفیق ناصر عباس، رفیقان محترم، اعضایان کمیته، به نطق می درآید او که تا الحال به گردن کش معصومانه سامی بود. یک بار دیگر از گناه هم گذرید. شما گفتگی کمبودی های همیشه در را ریشه‌کن می کنیم. هر قدر تنقید کردید درست تاج سر، نور دیده، ما از همین رو سر کرده. او قطار وعده ها می دهد و در خاطر ناصر عباس لوحه های به همین مانند از نو جلوگر می شوند که در آن لوحه ها 10 ها از این قبیل وعده ها نقش بستند. دایر به برطرف نمودن کمبودی ها یک قطار چاره ها معین کرده شدند. برای نیز کردن نارسایی ها از سر راه برداشتن ممانعت ها به حد امکان کوشش می کنیم. قول می دهیم که چاره دیده ایستاده ایم که این مسئله با موفقیت حل کرده خواهد شد و مانند اینها. در یکی از مجلس ها دیرکتور یک مکتب گوشه دوردست ریان، زنی خوش صورتی ظاهرا با نزاکت و پرملاحتی نیز همین گونه وعده های طمطراق می داد. به دروغ گفتن مردان منصبدار تا اندازه طاقت آوردن ممکن، اما وعده های هوایی بزن چطور نمی زیبد؟ بدن کس از حیا به راست می زند. نه، اینش از هر گونه حد و حدود بیرون است. ناصر عباس خواهش می کند که علی خان زرداد خان گردن غوثی رئیس سیلپا را پیش نظر آورد. این گردن از سرغنی پوست یلقاس می زند، خصوصا جنهای غوثی غبغب مانندی سرخش، لیکن سرش یک طرف خم و کج نمودی بیگناهانه ای دارد. وی از قبیل ساده مغنبران است که با گردنک کج از تهلکه نجات یافتن را تدبیر می شمارند. در آشخانه های تابع او افلاسی حکم فرماست. سچاق دست پاک کنک سیب سیاه نوشته شده است در خلاصه کمیسه مخصوصی نظارت خلق. کس بعدی دست شستن جرأت کرده نمیتواند که به این گونه سچاق چرکین حتی نظری افکند. لب استکان ها، کاسه و طبق ها پریدگی، بعضی چنگک ها کت و پت، یک دو انگشتک شکسته به حال حزناوری رسیده است. درون مطبخ سیرانگاه پشه، تکی پای پری پوست و پوچاق سبزوات. چرا؟ چون که رئیس خونگردان از مدیر آشخانه تازگی طلب نمی کند. برای چی؟ برای آنکه سلیقه خودش بلند نیست.
دیواری چند آشخانه را سفید کردید؟ دیوارهای خودش سفید. میدانیم خودش یک وقتها سفید کردگی بود، لیکن از روی قاعده هر سال اقلا یک بار از نو سفید میکنند. ها چی ها؟ یک آشخانه سفید کرده بودیم به خیالم. نه دوتا گفتن ممکن. گفتن ممکن تمسخرآمیز تکرار میکند کسی. او در اینجا با گردن کج ایستاده است. میداند که پیشخیزی کند بای میدهد، اما از اینجا میبراید و از پی دوغ و درنگ، لاف و گزاف معیشت خود و یاران خود می شود. علاجی باشد که کسی را به کاری بفرستد که روغن گردنش کمی آب شود. کاش روغن ناعیان باشد، یلتی راست داده، جلا داده. منه تماشا کنید، گردن این خیل می شود میگوید. چرا شخص گردنش روغن بسته، وجدانش، ایمانش، انصافش، غیرت و حمیتش میان چرب مانده ناپدید گشته را مثلا به یگان کار جسمانی فرستادن ممکن نباشد؟ چرا در واقع همین گونه تدبیر از دایره امکان بیرون بوده است؟ ولادیمیر ایلیچ در انجمن سیوم اتفاقهای کسبه عمومی روسیه گفته بود: ما بجز 600,000 کمونیست و 3 میلیون اعضای اتفاق کسبه برای غلبه دیگر ارمیه نداریم. این را باید درست فهمید. کمونیستان فداکار حالا هم با افتخار خود را سربازی پارتیا می نامند، اما از احتمال دور نیست که این ذات هم در معرکه های دهان پر کرده همین گپ را گوید، یعنی من هم سربازی پارتیا گوید. مبادا در حضور جوانان نورز این سخن را بگوید که آنها از گرم و سرد روزگار، پست و بلندی های زندگانی هنوز واقف نیستند و به کلان سالان اکثرا با چشم اعتماد و امید می نگرند. به نظر ناصر عباس سیمای این شخص شوم و منفور می رسد. او به خود قید می کند که در دل به این ذات همچون به دشمن شخص خود نفرت و عداوت حس می کند. لحظه ای از این خلاصه باطناً بی سرانجام می شود. به اندیشه می افتد که آیا این کارش غلط نیست؟ کمونیستی که به دشمن عداوت نمی پرورد اپورتونیست است. این حکمت به یادش می رسد و او تسکین می یابد. شعور تابع وجود است می گویند. شعور از پس زندگی کشاله است می گویند باز. این کلام حکیمانه به جز معناهای معلومش چنین ماهیتی هم دارد که صفت کدرها خواه و ناخواه از طلبات حیات به اندازه قفا می ماند. چنین است عقیده ناصر عباس که گاها ضرورتی از منصب دور کردن یگان فلک زده را حس کرده در عین زمان به اندیشه می افتد که بجای او کی را توصیه کردن ممکن. آخر منطقاً کسی را باید معرفی کرد که اقلاً یک سر و گردن از او بلندتر باشد. اون 3 نفر اوله اصلاح پذیرند، اما این خک گردن بیشبه دشمن است. بله ناصر عباس باز تکرار میکند که حریف نه فقط آن است که بر مقابل حاکمیت خلق آشکاران نبرد میکند یا مفکوره دشمنان را پنهانی ترغیب می نماید. هر یک ضرر کننده هم دشمن است. این ذات به عقیده عباس با شعورانه نباشد هم بی اختیار به کار عموم زیان می رساند. او جای شخص دیگر را به چه حیله‌هایی بند کرده گشته است. جایی که در دست شخص صافدل با غیرت و کارکن که ها آباد می شد به خرابی رسانیده خود با کیف و صفا مشغول است. او را پروایی نیست که آشخانه قرقین و طعامش بیمزه نه فقط به مشام خورنده یا معده وی تأثیر ناخوش می رساند. آشخانه افلاس به نام ریان کشور هم اسناد می آورد. به نام آباد کنندگان این کشور که در واقع قهرمانانه کار می کنند و 100 بار می سزد که در هر قدم خدمت آنان را به جان ادا کنند. امروز فقط یک جزء خرد فعالیت او محاکمه شد. با کمیته از رنگ های بیباکانه زیردستان او، کارکنان بعضی سلپا و فروشنده ها نیز مکتوبی آمده است که حالا سنجش آن در پیش است. بگذار کردار او را تشکیلات های دیگر هم محاکمه کنند که به جز آزاد کردن از وظیفه و جریمه پولی
جزاهای دیگر نیز در اختیار دارند. ناصر عباس را زیور به کابینت پرتسیدو برد و ایوانمک در حال به ابراهیم جان نزدیک آمده سوال داد: دانستی پسر عباس چرا کسل شده است؟ از نقلهایش فهمیدم. چی فهمیدی؟ وظیفه نوش کسل کرده است. جنجال، ناخوشی، کشاکش. نه پسر، گفت ایوانمک. نه، با خروشی تکرار کرد او: گپ در سری وظیفه نیست. وی درد دیگران را از درد خود زودتر حس می کند. انگشتی اشارتش را بالا برداشته گفت پیرمرد با وجاهتی که کشف تازه‌ای کرده است و روی پلت را یک بار دور زده علاوه نمود: در نظر اول این گپ گویا به عقل راست نمی آید، چون که شریک غم دیگران بودن از عقل دیده بیشتر کار دل است. باز روی خانه را دور زده آمد: غیر از این، برای درک این معنی از همین قوم بودن یا اقلا هوادار آن بودن شرط. قومی که ناموسی بشر است، شیره زمین، گلی سبدی بنی آدم است. توصیف ایوان امک به نفس ابراهیم جان اول سخت رسید. عباس گلی سری سبد است. او ابراهیم جان از جنس خس و خاشاک بیارزش. لیکن ملاحظه کرده اعتراف نمود که راست و در واقع از وجودی نارسایی های روزگار آدمی غصه خورده، از مرکبات مناسبتی بین آدمان اندیشه کرده به این حالت رسیده است. از آینده خلق مملکت بسیار فکر کرده است. آن جمعیت نوی از هر جهت بر کمال کی تمام شکل میگیرد. خصلت‌ها، ظهورات، چیزهای مطلوب و مرغوب به او روشنند، ولی نقصان‌های طبیعت انسان چطور و کی از بین می روند. گاها به سوالهایش جوابی روشن می یابد، گاها مغزش از حل این قبیل سوالها عاجز می مانند. راست، ناصر عباس انسان است. انسان آخر همان است که نه فقط غم خویش بلکه دیگران را نیز خورد. غم فردا را، فردای خود، فرزندان خود. اما در برابر این غم فردای همه هموطنان، هم مسلکان را، اگر در وجود نوی بشر همین چیز مقدس، همین نور پاک نمی شد، تحولات نمی بود. در بدل این 10,000 سال آخر و از تبر سنگی تا با کشتی اتمی یا راکت های کیهانورد نمی رسید. بیشک پختکاری که در صحرای گرم آفتابی با آب و عرق غوطیده کار می کند، گرچه با فلسفه مشغول نیست، فقط برای سیر کردن شکم و پوشانیدن اهل خانوادهش زحمت نمی کشد. دخترچه‌ای که غیر از تگی در کوارتیر خود باز چند زینه دیگر، تگی در همسایه کهنسال اینولید، اطراف درآمدگاه حولی وسیع 36 خانه‌دار را می رود، انسانی خردسال است و انسانی برکمال خواهد شد. کس پایافزالی در بهدار همگذرش را دیده نخندد، بلکه دلش فشار خورد. انسان است. رونق کار همسایه، هم کسبه، هم مسلکش را دیده از صدق دل شاد شود. انسان است. مثل آن عالم فداکار که در شرایط سخت بیابان ریگزار ترکمنستان سالها تدقیقات می برد که تدبیری اندیشد، راهی پیدا کند که تا که کوچی ریگ قطع گردد و در بالای ریگزار قبط زمینی کارم به وجود آید. در قراقم و قزلقم ها میلیون گکتر ریگستان به باغ و بوستان مبدل شود. این نقطه به ابراهیم جان هم اکنون یقین است. بله، اکنون. پیش وی در عقیده بود که همه سعی و کوشش، جد و جهد و تلاش ناصر عباس بر این شخصان فقط ظاهراً گویا معنایی دارد، اما در اصل باطل است. چون که جهد و تلاش آنان به خاطر آن است که جمعیت به پایه کمالات عالی هر چیز زودتر می رسد. لیکن آخر معلوم که هیچ چیز، هیچ کس، هیچگاه به کمالات مطلق نخواهد رسید. ما به نقطه عالی کمال رسیدیم گفتنی گپ معنایی دارد که قانون انکشاف
از عمل باز ماند. دیالکتیکی تحولات دیگر وجود ندارد. پس سعی آدمان در کوی تکاملات به هر حال بیسود و باطل است. او می‌دانست که عقیده تازه نیست، بافته عقل خودش هم نیست، از آن بوی مفکوره بیگانه می آید، اما در ضمیره شعور از این فکر خلاص شده نمی توانست. درست میگوید ایوان امک. اکنون ابراهیم جان هم به کردار ناصر عباس با نظر خودی او نگاه خواهد کرد. کسی فرضاً نزد خود مقصدی گذاشته است که به سوی فلان منزل یا مأوایی پیش رود. مگر برای او تفاوت ندارد که تا انجام مهلت یوریش، تا انتهای قوه و مدار او به مره آیا 10 فرسخ را باقی میماند یا 1000 فرسخ؟ البته تفاوت دارد و نه تنها از آن سبب تفاوت دارد که این طایفه آدمان از نزدیک شدن به مایه مقصودشان مسرور می شوند، بلکه از آسان گردیدن کار نسل آینده، نسل فرداینه نیز شادمانی می کنند. قومی هست که صرف نظر از کسب و کارش در وجود آن حسیات به مد اول برآمده است و می خواهد که آدم نو، انسانی در هر باب بی نقصان و عاقل و فاضل، صافدل و بناموس، بعدی مثلا 80 سال، نه 20 سال، نه، بلکه پس از 5 سال، 1 سال یا بهترش فردا یا خود همین اسنا به میدان کار آید. ایوان امک میگوید که زمانی پیش، خصوصا عصرهای آخر، انکشاف آدمیزاد یک طرف جریان داشت. تحت تاثیر انقلاب فن خرد انسان با سرعت رشد می‌یافت و احساسات از آن قفا می‌ماند. از این سبب این قبیل آدمان احیان پیدا می‌شدند. ساخت نوی جمعیت، دولت ما از روز نخست می‌کوشد که فضیلت و ذوق آدمی به یک مجرای عموم بریزد و یک جایه و برابر سبزد، به همدیگر موزون و متناسب بپیوندد. بنابراین هم اکنون در هر کشور یک تنیم تنیه، بلکه صدها هزاران آدمان چون مبارزان بهروزی عموم به وایه می رسند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه طلایی رادیو رمان اجتماعی پالات کنجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیب‌الله عبدالرزاقов شنیدید. انجام گفتار 12. شاد و موفق باشید.